ویدیو جدید رسول دیواکس میارزه ببینیم. ایده این ویدیو مسخره کردن یه بلاگر سمی حالت لاتیتور بود که خیلی هم جوگیره. و چون من به شخصه اگه بخوام به این ایده نمره بدم 10 از 10 میدم. خودم خیلی با این ایده حال میکنم، ولی از اونجایی که شاید بعضیا با این ایده حال نکنن 8.5 از 10 میدم. روند ویدیوش هم واقعا خیلی خنده داره. یعنی من کل ویدیو 12 دقیقه رو داشتم میخندیدم و به این امید بودم که بیشتر باشه و خیلی زود تموم شد به نظرم. بازم میگم ممکنه که بعضی خوششون نیاد و من بهش 9 از 10 میدم. از لحاظ فیلمبرداری هم دیگه خب بک‌گراند رسول یه ذره شلوغ پلوغ هست، یعنی دیگه همون جوری معروف شد و همون جوریش هم نگهش داشته. در کل به ادیت و فیلمبرداریش 8 از 10 میدم. تامنیل ویدیوهاشم اگر رسولو نشناسید نمیفهمید که داستانش چیه. یعنی من اگر رسولو نمیشناختم فکر میکردم که اومده راجع به یه بلاگری نظر بده یا صحبت بکنه، نمیدونستم که قرار مسخره بکنه. حتی تو تایتلش هم چیزی راجع به مسخره کردنش ننوشته بود. واسه همین به 6 از 10 میدم. میانگین نمرش هم میشه 7 و 8.7 از 10. شما چه نمره میدید؟